ماهانه از 30 میلیون تومان درآمد فقط با کمپین فروش. اما چطوری؟ خیلی آسان است، بیاین که نشان بدم. گام به گام میبینیم که از کجا باید شروع بکنیم تا اینکه به این 30 میلیون برسیم. گام اول ساختن یک پیج اینستاگرامی و فیسبوکی. شما مجبور نیستین که حتما از یکی از اینها استفاده بکنین. نظر به مخاطب هدفتون میتونین که همزمان از دوتاش استفاده بکنین و یا هم از یکیش استفاده بکنین. گام دوم میره سراغ ترتیب و دیزاین ظاهری پیج، یعنی اسم مناسب برای پیجت انتخاب میکنی، بایوی مناسبی مینویسی، پروفایل مناسب انتخاب میکنی. اگر از اینستاگرام استفاده میکنی هایلایت هایت منظم میسازی، اگر از فیسبوک استفاده میکنی کاور پروفایلت درست میسازی. خلاصه این ظاهر پیجت باید جمع و جور بسازی که اگر یک فرد من حیث مخاطب وارد پیج تو میشه، پیج تو رو بپسنده. که هم خیلی کاری ساده هست. پیشنهاد میکنم همین الانی که ویدیو رو دیدین حتما برین اجراش بکنین، چون ما متاسفانه عادت کردیم که خیلی ویدیو میبینیم، خیلی آموزش میبینیم ولی اجرا نمیکنیم. همیشه دنبال این هستیم که یک تکنیک بهتری به ما نشان بدن، یک روش خیلی شارکتی به ما نشان بدن، در حالی که اگر همین آموزش‌های ساده رو پیاده بکنیم قطعا میتونیم که تا یک جای خود بکشیم بالا که بعداً با آموزش‌های بهتری دسترسی داشته باشیم. گام سوم پیدا کردن نیچ کمپین خور هست. شما زمانی میتونین که پول زیادی در بیارین که اون محصول شما، خدمات و یا آموزش شما کمپین خور باشه. کمپین خور یعنی چی؟ یعنی یک نیچ را، یک ایده را فکر بکنین، یک ایده رو پیدا بکنین که رقابت داش کم باشه یا رقابت داش وجود نداشته باشه و بیشه که کمپین رفت روش و زیاد فروخت. مثلا اگر شما آرایشگاه داشته باشین، خدمات میکاپ داشته باشین، به راحتی نمیشه روی این کمپین رفت، چون شما خودتون یک نفر هستین و اگر کمپین برین 1000 تا مشتری بگیرین قطعا نمیتونین به کارشون رسیدگی بکنین، مگر اینکه یک دفعه خدماتون بفروشین ولی به تاریخ‌های مشخص افراد رو بخواین که اینطوری باز هم شاید مشتری با شما هماهنگ نباشه. ولی اگر یک محصول فیزیکی در نظر بگیریم، مثلا شما یک کتاب میفروشین، روی این راحت میشه کمپین رفت، چون اگر در کمپین فروش 1000 جلد از این کتاب شما بفروشین راحت میتونین تهیهش بکنین و تحویل مشتری بدین. یا اگر شما آموزش میدین هم میتونین راحت کمپین برین روی آموزشتون. و این به این معنا نیست که خدمات آموزش نداره، خدمات هم آموزش داره، ولی و خلاقیت به کار بندازین، اون خدماتتون رو پکیج بندی بکنین. گام چهارم میره سراغ تولید محتوا. باید به صورت منظم و مستمر تولید محتوا بکنی. یعنی اگر یک روز دلت خوش بود تولید محتوا بکنی و یک هفته دیگه دلت نخواست تولید محتوا بکنی، تو نتیجه نمیگیری، فقط خودت الاف میکنی. تولید محتوا یعنی استوری گذاشتن، پست گذاشتن، ریلز و لایف گذاشتن. اگر میخواین که حداقل تا 3 ماه دیگر بهترین نتیجه بگیرین، حداقل روز 1 تا پست، حالا یا ریلز یا پست نشر بکنین و یک روز در میان هم لایف داشته باشین و استوری هایتون هم نان استاپ همه روزه باید نشر بکنین اگر دنبال نتیجه هستین. و حالا نگوین که سخته، چون 1 تا پست نشر کردن و چند تا استوری گذاشتن برای اینکه ما بتونیم بعد از 2-3 سال به یک درآمد مستمر و دائمی بالای 100 میلیون برسیم و در کمترین حالت ممکن زیر 6 ماه به درآمد 30 میلیون برسیم، واقعا چیز سختی نیست. ما خیلی کارهای سخت‌تر از این داریم که انجام میدیم ولی تازه 30 میلیون هم درآمد نداریم، مثلا کار ساختمانی و انواع و اقسام کارهای دیگه‌ای که وجود داره. و این نکته حتما متوجه باشین که کسایی موفق میشه به اون 30 میلیون در ماه خیلی سریع میرسه که این نکاتی را که در این ویدیو میگم حتما بره اجرایی بکنه. تا زمان که اجرا نکرده توقع نتیجه هم نباید داشته باشه. و گام پنجم، حداقل 20 الی 30 تا پست با کیفیت نسبتا خوب نشر میکنی. در این جریانی که پست‌هایت ضبط میکنی و نشر میکنی، هی لایف میره و ریلز نشر میکنی و استوری میگذاری، محصولت را باید آماده بکنی. چه این محصول آموزشی باشه، خدماتی باشه و یا محصول فیزیکی باشه. و اگر محصولتان محصول فیزیکی و خدماتی باشد، در این جریان شما روزانه فروش کم و بیش دارید، در صورتی که تولید محتوا و استوری گذاریتون خوب باشه. گام ششم، فقط و فقط در این مرحله تمرکزتان روی جذب فالوور ارگانیک یا طبیعی باشه. فقط کوشش بکنین که از طریق نشر محتوای منظم و مستمر و با کیفیت خوب، طریق سرچ و اکسپلور فالوور بگیرین.
و اصلا در این مرحله دنبال تبلیغات پولی نباشین. دلیلش در آخر میگم که چرا. همچنان میتونین از اقارب و دوستانتون هم کمک بگیرین، از اونا بخواین که پست شما شیر بکنه یا پیج شما رو استوری بکنه. یک کم و بیش میتونه به شما کمک بکنه در اوایل. و گام هفتم که چاپ کردن پول. با اجرای این گام تو میتونی که به اون 3 میلیون تومان در ماه خیلی راحت برسی، در صورتی که جدیش بگیری و خوب اجرا بکنی. حالا این مرحله چی مرحله‌ای هست میتونه خیلی آسان و سریع به درآمد برسونه؟ بازش میکنیم. کمپین فروش. شما فقط با کمپین فروش میتونین که زیاد بفروشین و زیاد پول در بیارین. در این مرحله که تقریبا 20 الی 30 تا پست هم در پیج داری و فرض بکنین که 1000 تا خورده فالوور هم جذب کرده شده، 1 ماه یا 2 ماه برای زمان برده باشه. حالا یک کمپین فروش میری و حسابی میفروشی اینجا، چون آفر خیلی جذاب و رد نشدنی به مخاطب میدی. اینجا هست که میتونی یک بارگی خوب بفروشی. شاید کنجکاو باشین که کمپین فروش چیه و چطور اجرا میشه. خب شما در یک پروسه طولانی مدت نیازسازی و اعتمادسازیتون انجام میدین، ولی در این پروسه کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های مختلف فروش میتونین که خیلی زیاد بفروشین. این پروسه کمپین فروش ممکنه خیلی کوتاه باشه، چند ساعت باشه، در حدود چند ساعت و یا چند روز باشه. فرض مثال اگر شما به صورت فروش روزانه و فروش معمولی در مدت 1 سال 100 میلیون بفروشید، با استفاده از سیاست ها و تکنیک های کمپین فروش میتونید همون 100 میلیون در مدت چند ساعت و یا چند روز بفروشین. و این که چطوری باید اینا رو یاد بگیرین، حتما بقیه پست‌های پیج رو ببینین، استوری ها رو همه روزه دنبال بکنین. و از این مهمتر قرار است که یک چالش در روزهای آموزشی داشته باشیم. 19 مهر آغاز میشه، حتما هایلایت آبی رو نگاه کن، چون روش دسترسی به این آموزش رو اونجا برات گفتم. اونجا بیشتر برات باز میشه که کمپین فروش رو چجوری باید اجرا بکنیم. گام نهم دوباره در مورد کمپین فروش هست. یعنی یک مدت مشخصی را نیازسازی و اعتمادسازی میکنیم با تولید محتوای استوری و پست و لایف و اینا، و یک بارگی تیر نهایی را رها میکنی و خوب میفروشی در اینجا. گام دهم. بعد از گام نهم حتما گام دهم رو اجرا میکنی. اگر این گام رو اجرا نکنی هیچ وقت در کارت بهبود پیدا نمیکنی. و این گام هم نتیجه گیری و بازخورده. میشینی پیش خودت بررسی میکنی و کمپینت رو تحلیل میکنی، میبینی که فروشت چجوری بوده، آیا خوب فروختی، آیا خیلی خوب فروختی یا نه قابل قبول نبود. اگر خوب فروختی که خوشحالی، اگر خیلی خوب فروختی که خیلی پر انرژی هستی. حالا اگر فروشت قابل قبول نبود چی؟ آیا باید زانوی غم بغل بکنی و گریه کنی؟ و این نتیجه گیری و تحلیل بعد از کمپین به شما کمک میکنه اشتباهاتی رو که این بار انجام دادی بار بعدی انجام ندی. چه نکات ضعفی داشتی، چه نکات قوتی داشتی، نکات قوتی تا باید قوی تر بکنی، نکات ضعفی دیگه باید اجرا نکنی. اگر تیم داری با تیمت این جلسه رو باید برگزار بکنی. و نکته مهم این که هیچ وقت نباید ناامید شوی، چون تو الانش هم حتی اگر خوبم نفروخته باشی، حتی اگر 1 ریالم نفروخته باشی، تازه خیلی جلوتر از کسایی هستی که فقط تماشاچی هستن و هیچ وقت شروع نکردن. و اجرا کردن و شروع این پروسه فقط در رویایشان هست، ولی تو 1 گام جلو هستی چون عمل کردی. اینجا تو خیلی چیزا رو یاد گرفتی، خیلی مسیرهایی را که باید بعد از این فهمیدی، خیلی مسیرهایی را که رفتی خوب بود، نتیجه بخش بود، بیشتر انجامش میدی. پس خیلی چیزا در این مسیر شما میتونین یاد بگیرین. حالا گام بعدی چیه؟ گام 11. این چرخه رو باید مدام تکرار بکنی. یعنی چی این چرخه چیه؟ تولید محتوا، دوباره نیازسازی، اعتمادسازی و همچنان کمپین فروش. باز هم تولید محتوا، نیازسازی، اعتمادسازی، کمپین فروش. هر بار که این چرخه رو تکرار میکنی خودت با تجربه تر و کارت بهتر و بهتر میشه و 100% اون درآمدت هم بیشتر و بیشتر میشه. مهمترین نکته‌ای که بعد از کمپین فروش اولت انجام میدی این هست. ممکنه بار اول خوب فروخته باشی، 20 میلیون زده باشی، ممکنه 10 میلیون اینا فروخته باشی، یا در بدترین حالت ممکنه 2 میلیون، 3 میلیون تا 5 میلیون فروخته باشی. حالا مثل بیزنسمن ها و مثل اونایی که به کسب و کارشان اهمیت میده، 10 الی 20% درآمدی که کسب میکنی دوباره تبلیغ برو تا افراد جدیدی در پیجت بیاد و دوباره
این چرخه برات ادامه پیدا بکنه. اینجا هم این چرخه رو برای شما گفتم. اقدام میکنی، بازخورد میگیری، دوباره اصلاح میکنی. اقدام میکنی، بازخورد میگیری، دوباره اصلاح میکنی. یعنی این که اقدام کردی، بازخوردت شاید نتیجه خوبی نبود، حالا اون مشکلاتی که داشتی اصلاح کن. اقدام، بازخورد، اصلاح. آنقدر انجامش بده تا به اون نقطه‌ای که میخوایی برسی. و تکرار این چرخه است که تو رو میتونم میلیاردرت بکنه. حالا اگر میلیارد در ذهنت خیلی زیاده و جا نمیشه، نمیتونی قبولش بکنی، بعد از 6 ماه اگر خوب کار بکنی، نهایتا بعد از 1 سال اگر خوب کار بکنی، به درآمد 50 تا 100 میلیون میرسی. این کاری هست که هر قدر روش انرژی میگذاری و بیشتر کار میکنی و هر قدر مدت زمان ازش میگذره، باعث میشه درآمد تو چندین پله بالاتر بره و هیچ وقت ثابت نمیمونه. خب اینجا یک مثال به شما میگم که خیلی مطلب به شما واضح شود. فرض مثال شما یک پیج میزنین، از طریق همون پیجتون کیف میفروشین. فرض بکنین هر کیفی که میفروشین زیاد نه، فقط 100,000 تومان سود میکنین. در فروش روزانه هر قدر بفروشین، 1 2 تا 3 تا 4 تا، نظر به مهارت و تولید محتوایتون، نوش جانتون. حالا در کمپین فروش که فقط 300 تا کیف بفروشی، از هر کدام هم 100,000 تومان سود بکنی، خیلی راحت 30 میلیون تومان در ماه در میاری. اگر این فروش 3 برابر شوه، در هر کمپین فروش 900 تا بفروشی چی؟ پس تو میتونی ماهانه یا در هر کمپین فروش 90 میلیون تومان در بیاری. اینجایی که هر قدر روی مهارتت کار بکنی و تلاش بکنی هدر نمیره. حالا فرض بکن ماه اول نتونستی، ماه دوم هم نشد، ماه سوم هم نشد، ماه چهارم، یعنی بعد از 3 ماه تولید محتوا، لایف گذاشتن و تلاش مستمر و اقدام، بازخورد، اصلاح، توانستی که 300 تا محصولی بفروشی که حداقل 100,000 تومان سود داشته باشه. میتونه که این 30 میلیون تومان رو در بیاری. آیا بنظر شما ارزشش نداره که بعد از 3 ماه 3 میلیون تومان درآمد داشته باشین؟ اون هم از کسب و کار خودتان. و مهمترین نکته این هست که اینجا برای خودت کار میکنی. اگر اشتباه میکنی، اگر خوب کار میکنی، اگر قوی تر میشی، اگر انرژی زیاد صرف میکنی، کلا کار خودت هست. و هر قدر هم که به خاطرش مهارت یاد بگیری، انرژی صرف بکنی و هزینه بکنی، هدر نمیره، چون روی کار خودت جمع میشه. و این تلاش های مداوم و انرژی های مداوم صرف کردن تو باعث میشه که در دراز مدت نتیجه خیلی باور نکردنی بگیری. مهمتر از همه این کاری که انجام میدیم بستگی به زمان و مکان نداره. کارت راه افتاد، برو هر کشوری که دلت میخواد زندگی کن و کارت هم از اونجا اجرا کن، چون آنلاینه. با همین یک گوشی موبایلی که داری میتونی اجراش بکنی. و درآمدت هم که اصلا ثابت نیست. هر قدر بیشتر تلاش بکنی به همون اندازه سقف درآمدت بالاتر و بالاتر میره. پس حتما برو اجرا کن و لذتش ببر و اصلا بهانه نیار. نگو نمیتونم، نگو فرصتش نیست. ما از همین جا برای شما قول میدیم که اگر این آموزش امروز را چندین بار تکرار بکنین و برین اجرایی بکنین، حداقل بعد 3 ماه به اون 30 میلیون تومان در ماه میتونین برسین. و لطفاً به صورت دیلی بر من کامنت بکنید آیا این آموزش بر شما مفید بود. اگر همچون آموزش های بر شما مفید و کاربردی باشه که ما بعد از این همچون آموزش هایی را برای شما آماده بکنم و در اختیارتون قرار بدیم. این آموزش حتما بفرستین برای اونی که نیاز داره به درآمد، برای اونی که واقعا بروش کردن و درآمدی بالا و زندگی بهتر نیاز داره. پس از کاری نیک دریغ نکنین و قطعا اون کارماش برمیگرده به زندگی خودتون. و اگر دوست داری بیشتر از این ویدیوها بگذارم و من انرژی بگیرم، حتما این ویدیو را لایک کن